قلام حسین حرومزاده از سوپر سیگار خریدی آمارت دادن. بابا این توبه کرده دیگه نمیکشه. توبه جنده تا وقتی که کیر نیده باشه. قلام حسین بگیرمت علی. راست میگه حاجی، دیگه نمیکشه. شاید کیرش راست باشه ولی حرفش نه. غلام حسین حرومزاده. بابا گوه خوردم. برو کیرم تو وجودت. این همه سگ دو بزن. ها بگیر. ها دست رون بلند کن. حاجی ولش کن. زده نکن حرومزاده. میام میکنم تا. میگم یه موز بده به یه رفیقمون کرده. میگم کسرانت یادم رفت. میگم چرا فوشمون داد؟ ولش کوی بنده خدا هروئین که میزنه تو کسش آفتاب لگن 100 دست شامون هاری چی. ای اسمش چیه؟ آپتین. آپتین هروئینی که نداریم. اسم منم شیروین نشه شیشه. حاجی پشمام پنگوان روز خار کسام متی داداش پیله نکن خودم بلندشون. سلام و کیر خواز دوباره اومدی عکاسی ناموس پنگوان های رفیق ما کله مله نره میزنه دندونت بریزه تو اندونتا. نه ما عکس کسنا جان دفعه قبلی هم که عکس گرفتی همش سیاه‌سفید بود. خودتون سیاه‌سفیدی. آبجی یه شب رنگیش کن. من اصلا هیچی نمیگم. ای تو بچه رایکون اینجا کیرگوزی ارگوزی چیزی که نری که یا بزن به چک یا بگم مهدی بیاد بزنه به چک شکوفه بدیا. من نه والا حواست باشه اینجا نهنگم که رد میشه ما عوارضی ازش میگیم. ای نگاه لاشی داره دزدی میکنه. اما بلا نسبت کیر تو دو صدای جیلینگ میدی. شب تو چونم عروسی بود دعوا شد چیشار آوردن پایین. اصلا اوضاع خداحافظ. میگم پدر بچه ها چجوری درست میشن؟ بابا آب داد مامان حال داد خدا هم تو کسکش به در داد. میگم بابایی کیر خر چرا همیشه اعصابت خورده؟ خب 300 تومن خرج تریاکم شده که تو کسکش بیای بیرونی توش فاصله بگیر از اون بچه ناخواسته. با او شب میدادم مامانت بخورد. من بچه‌تم مهربون باش بام یکم. بو نگاه من مهربونم تو حرومزاده گویدی ننمه ولم نمیکنی. میگم زنت هم مثل خود پلنگه. کاسیر نگو مرده کی ولش نه کن. یه دل وایسا همه مثل ننه تو نیستن ها پلنگ باشن. کاسیر نگو. کاسیر تویی کاسیر باباته کاسیر ننته کاسیر خواهرته کسکش منم کس ننه تویی